ای وای ای امان بگم یا نه اونایی که پدر و مادر از دست دادن بی منت از صبح تا شب کار میکنه بابا بی منت عرق میریزه تو گرما و تو سرما زحمت میکشه مبادا آب تو دل اولادش تکون بخوره الهی پدر توی روزای سخت جلو خانواده شرمنده نباشه بی منت جوونیشو میده بابا وجودشو میذاره قربون اون دستای پینه وسط برم بابا مگه میشه زحمات پدر رو کتمان کرد به خدا نمیشه زحماتشون رو جبران کرد یه روز یادم کوچیکه با خودش میگه یه روزی بزرگ بشم یه روزی دستم تو جیبم بره زحمتهای پدرم رو جبران کنم ولی آدم بزرگ میشه مردم درگیر زندگی بازم همین باباست که به فکر اولاده بازم همین باباست که پشت اولاده اما یه وقت آدم به خودش میاد این بابا رو از دست داده بگو بابا آخه الان 40 روز از دستم رفتی ادا 40 ساله شبت تو رو ندیدم بابا به خدا قسم جای خونه رو نگاه میکنم یاد خاطرات تو میافتم یاد اون مهربونیات میافتم بابا یاد اون خندهات میافتم بابا یاد اون روزایی میافتم منو به اسم صدا میزدی بگو می جان بابا این برده بخواد جان بابا میرامم تی او سپاره بیمیرم باید سیبت بیدینم تی روی بابا تو که نامهربان نبودی تو که بیوفا نبودی بابا تو که طاقت عشق چشم دختراتو نداشتی بابا حالا بیا ببین عزیزان تو دارن برات گریه میکنن خدا به شما صبر و عنایت کنه سخته آخه ایام بهاره